بریم سراغ نقد انیمیشن لاپوشن اینجا. به نظر من این انیمیشن خیلی خیلی بد بودش. اصلا به نظر من این انیمیشن به ابهتی که نسخه 2003 و نسخه 2012 داشت نمیرسه، ولی به نسبت نسخه 2001 که یه دونه فاجعه بود خیلی واقعا بهتر بود. لاپوشا تو این انیمیشن خوبن، استاد اسپلینتر خیلی خوبه تو این انیمیشن، بدک نیست. پایان انیمیشن فاجعه است، بدترین مسیری که میتونستم واسه لاپوشا انتخاب بکنن. آپریل اونیل هم خیلی افتضاح بود، ریدن توش رسما. سوپرفلای که ویلن این انیمیشنه بدک نیست، خوبه، کمدی خوبی داره و گرافیک انیمیشن فوق العاده است. در کل به نظر من انیمیشن خیلی متوسط رو به پایینیه، ولی خب میتونه مسیر خوبی رو دنبال بکنه با توجه به صحنه. پس از تیتراژ نمره من بهش 5.5